آماده این برای یه بحث خیلی جذاب. اولین چیزی که توی زبان انگلیسی باید بلد باشید اینه که چطوری احوال پرسی بکنید. نگاه بکنید اینجا من نوشتم موضوع greetings. با من تکرار کنید greetings. greetings یعنی احوال پرسی. این مهم نیست، مهم اینه که شما بتونید اینا رو استفاده بکنید. اول میرم قسمت سلام. hello hi hello های دوستانه است. هلو یه ذره رسمی تره. های هلو hey there hey جک. بهش وقتی میخوای سلام کنی میگی hey، میگی های or hello or hey there. اینو معمولا توی چت استفاده میکنن. خب وقتی که سلام کردین پارت بعدی چیه؟ احوال پرسیه. how are you؟ حالت چطوره؟ how یعنی چطوره. How are you؟ حالت چطوره؟ How's it going؟ این خیلی خوبه، خیلی استفاده میشه. How's it going؟ این گ رو نمیخواد تلفظ بکنید. How's it going؟ حالت چطوره؟ دوباره معنی how are you میده. اوضاع احوال چطوره؟ خب وقتی پرسیدی حالت چطوره معمولا اینجوری جواب میدیم. I'm good. من خوبم. I'm good. من خوبم. I'm doing well. How's it going؟ I'm doing well. یعنی اوضاع احوالم خوب پیش میره. خوبم. I'm doing well.